در دعا میخونیم یا من اذا تضایقت الامور فتح لها بابا لم تذهب الیه الاوهام. وقتی کارها گره میخورد، وقتی بنبست به حسب ظاهر به وجود میاد، گاهی خدای متعال از یک گوشه این بنبست یک راهی باز میکنه که لم تذهب الیه الاوهام. هرگز وهم بشر، اندیشه انسانی هرگز به اون نرسیده بود. این چنین چیزی وجود داره. در دعا میخونیم یا من اذا تضایقت الامور فتح لها بابا لم تذهب الیه الاوهام. وقتی کارها گره میخورد، وقتی بنبست به حسب ظاهر به وجود میاد، گاهی خدای متعال از یک گوشه این بنبست یک راهی باز میکنه که لم تذهب الیه الاوهام. هرگز وهم بشر، اندیشه انسانی هرگز به اون نرسیده بود. این چنین چیزی وجود داره.